در این درس مدل‌ها با مدل کار میکنیم. اول از یه سادهش سر میکنیم، مدل چی بود الان دیده میبریم. بعد البته که ما در درس مدل کواdraتی هستیم، با مدل کواdraتی با کواdraتی یعنی دیسکریمینانت خیلی کار کرده میشه، آنها رو دیده میبریم. اکنون بیایم به خاطر بیاریم مدل کواdraتی عموما در مدل چی بود. مدل ها اگر من یک مدل کشم و در درونش x مونم و این برابر 7 باشد، ما درباره درونی مدل چی گفته میتونیم؟ دو جواب دارد، یا اینکه این 7 شده میتوند یا اینکه مینوس 7. چرا که میدونیم مدل هم وقت عددهای ما رو مثبت میکنه و از اینجا ما دو نتیجه بردیم 7 میشد یا اینکه مینوس 7. و بعد این همه مدل ها مرکب میشن، یکی یک همین منطق رو استفاده برده میشد. یعنی یک منطق استفاده، یعنی از اینجا نگاه کنید اکنون x نداریم و 2x جمع میشه، لیکن حل کار یک میشد. از اینجا چی گفته میتونیم؟ دو نمونه جواب است، یا اینکه درونی مدل برابر 7 است یا اینکه درونی مدل برابر مینوس 7 است. یعنی دو جواب دارد، تمام. یعنی درونی مدل ما چی داریم؟ 2x جمع 3 داریم، یا اینکه ما یعنی با همون 2x جمع برابر مینوس 7 شده میتونه. از اینجا دو مدل باید کنیم و دو ریشه میبراید. اگر یکمش رو کار کنیم این به چی برابر میشد؟ x برابر 2x برابر 4 و x برابر 2 میشد، یا اینکه 2x برابر مینوس 10 و x برابر مینوس 5 می شود. با آسانی سنجش گذارانده میتونید. اگر سنجش گذارانده چی می شود؟ سنجش توتال نیستم، سنجش چی می شود؟ یعنی در درون مدل 2 ضرب 2 جمع 3 آیا برابر می شود با 7 یا نه؟ چه که میتونید 7 برابر 7 می شود، یعنی مدل 7 با 7 برابر می شود. اگر دویمش رو هم مونیم، در مدل 2 ضرب مینوس 5 جمع 3 آیا این برابر 7 می شود یا نه؟ مینوس 10 مینوس 7 در مدل می شود. البته که از مدل هم عددها مثبت می برد و این برابر 7 می شود، یعنی هر دو جواب هم درست می شود. پس مثال با کوادراتی نکار کردم، با مدل کوادراتی یک چیز رو به خاطر بیاریم. دقت کنین اگر به شما مدل همچون برای سنجش پرسیدنشون ممکن، اگر به شما این نمود سوال پرسن 2x جمع 3 برابر مینوس 1، این مثال کار کردن شرط نیست، این مثال خطا است. یعنی از مدل یگان وقت جواب ما نتیجه مینوس شده نمیتونه، برای این مدل حل کار نداره. این مدل رو کار نکنین. اگر این مدل ببینید مدل حل کار نداره. اکنون بیاین همین مدل رو با ازیت کوادراتی هم کار کرده می شود. البته که یکم رو آسان است، لیکن به شما کوادرات ها آسان تر باشد اون هم استفاده برده میشن. بیاین من نشون بدم چیکار میکنیم. کوادراتش رو میگیریم، هر طرف رو کوادرات میگیریم. باز اینجا به خاطر بیاریم در مدل در کوادرات هم وقت و x کوادرات به مدل برابر میشه، یعنی مدل هم پلوس مینوس مفته بدیم کجا درونش نمیتونه. وقتی ما کوادرات گیریم پلوس مینوس از بین میره، یعنی به x کوادرات هر دو این فوده به یکدیگر برابر است. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که شما میتونید 2x جمع 3 در قوس نویسیم در کوادرات، یعنی مدل رفع از بین مدل میرود برابر 49. اما قوس رو اگر کشیم این به چی برابر میشود؟ 4x کوادرات جمع 12x جمع 9 برابر 49. اکنون میبینیم مدل کوادراتی شد. این رو اگر ما همش رو باید طرف جمع کنیم به طرف چپ، 4x کوادرات جمع 12x مینوس 40 برابر 9. نیا کنین همه از این ضرب شونده 4 است. ما این رو با آسانی ساده کرده میتونیم، اختصار کرده میتونیم، چون همش رو اگر به 4 تقسیم کنیم مدل x کوادرات جمع 3x مینوس 10 برابر 9 میشد. یعنی 4 با اینجا یگان تعلق نداره برای ریشه ما. بعد این ما به مدل کوادراتی به دیسکریمینانت کار میتونیم، یا اینکه به قوس هم جدا کرده میشه. چه به قوس جدا میشود؟ این میشود x جمع 5 در قوس x مینوس 2 برابر 9 میشه. از اینجا ریشه میبرد x مینوس 5 است و x برابر 2 است، یعنی دو ریشه داریم. چرا که ما در اول کار کردیم به ریشه 2 مینوس 5، یعنی جواب ما درست است. این از با یوری کوادراتی در کاریم باید مدل کوادرات تبدیل داده کار میکنه. این هم وقت مهم نیست، بعضی کارها ما آسان کرده میتونن، بعضی کارهای بعضی مثال ها رو ما مرکب تر هم کرده میتونن که در درس های آینده دیده میبریم.